بعضی برادرها گفتن که حکم آببازی و تغییرات احرام در حالت محرم بودن را میگفتید. گفتن بله، شخصی مثلا یک آدم احرام بس نیت کرد، وقتی که مکه آمد مقصد یک وقتی رسید که خسته شدگی هست، مانده شدگی از خواب کرد، مثلا سحر خست لباساش دید که مثلا در باران بود یا لای رسیده است یا افلاس شده است، خاص لباسی تازه پوشد، یعنی لباس احرامش تغییر تیاد. اجازت است لباس احرام تغییر تیاد، غسل کند اجازت است، بلکه سنت است. حضرت عبدالله ابن عمر اگر مکه روان اول خواب میکردن، سپس غسل میکردن از خواب خسته، یعنی یک انسانی نو شده میرفتن. اما انسانی که 2 سوتکه 24 ساعت یا از سفرهای دور و دراز آمده است، خواب نکردگی، گرسنه، یعنی خسته شده نرود در این حالت. ما بعضی حاجی‌ها میگفتیم که حاجی دم گیرید کمتر، پگاه میریم یا بعد از خواب خستن بعد میریم. گفت من با اینجا برای دمگیری ناومدم، میگفتم. بعد وقتی که خب برای دمگیری ناومدی، خب تیار شو، میگفتم. تیار میشد. وقتی که به حرم میرفتیم حالت ذکر کردن نداشت، زبانش دیگه امکانیت ذکر کردن ندارد، چشمهاش پوشته شده است در وقت طواف و در وقت صفا و مروه. چی فایده از این عبادت؟ بنابراین طبق سنت، طبق دستور علما عمل کردن موافق مقصد است. اونا بیهوده نمیگم، بهترین عمل را برای ما شو برام. غسل انسان زنده میکند، انسان نو میشد. یا مراتب غسل کرده، کمتر خوابش را گرفته، بعد مثلا دندانها را مسواک کرده، خوشرو به وارد مکه شود، البته با هوس عبادت میکند، با هوس دعا میکند. دعای هم خیلی که ابن القیم گفتن برای چی بعضیش قبول میشه، بعضیش قبول نمیشه، بعضیش تیز قبول میشه، بعضی سوس قبول میشه، مانند تیر و کمان گفتن. اگر کسی همین با یک کمانی خالی، با یک کمانی که قوت ندارد، اگر همین خیلی نامش به اگر تیره کشیده ساعتیت، تیرش همین 1-2 متر رو میافته. کسی که با کمانی با قوت تیره کشیده سختتر هوا میدهد، به مسافه دور میرد. واقعا آدمی که خواب نکرده از گرسنه هست، خسته شدگی هست، این آدم طبیعی، یعنی این چیزی حسی، عقلی، نقلی هست که او خوب عبادت کرده نمیتوند. بنابراین هیچ گپی ندارد 2 ساعت انسان خواب کند، 3 ساعت انسان خواب کند، بعد غسل گیرد، خشوع و طهارت های مکمل کردی، بعد وارد مکه شود. فهمو برادر؟